فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پرسیدن 4 شماره آخرشون 3572 برای دختر چه سنی واجب است که روزه بگیرن؟ اون چیزی که در شریعت اسلامی مطرح شده خود سن به صورت مشخص نیست، بلکه اون علائم بلوغ هست. هنگامی که دختر یا پسر به بلوغ برسند و به سن تکلیف برسند، روزه گرفتن بر اونها واجب و لازمی هست که اگر ترک بکنن در واقع یکی از واجبات شرعی رو ترک کردن. و برای زنان و دختران علائم بلوغ به اصطلاح پدید آمدن عادت ماهیانه هست. اگر عادت ماهیانه رو دیدن قبل از ماه مبارک رمضان، بر اون لازم و فرض است که حتما این ماه مبارک رمضان رو هم روزه بگیرد. و اگر به این گونه نیست، یعنی به حد بلوغ نرسیده، اون در حد مستحب هست. نمیتونیم که من بکنیم که روزه نگیرد یا اجبار بکنیم که روزه بگیرد. اگر روزه گرفتن قبل از سن بلوغ فبها و نعم، اگر نگرفتن هم گناهی بر اونها نیست.